سلام به همه معامله‌گرها. توی این بخش آموزشی میخوام پلن معاملاتی به سبک الگوریتمیک رو بهتون توضیح بدم. من ملک زاده هستم از تیم آریو. این پلن الگوریتمیک پلنیه که بر اساس ربات محور اکسپرت نویسیه و من توی همه کد نویسا از رعایتش میکنم. البته دلیلی هم نیست حتما باید با ربات و اکسپرت این پلن نوشته بشه، میشه روی کاغذ و حتی من الان که خدمتتون ارائه میدم توی پاورپوینت و روی الگوریتمی نوشته شده و شما میتونین استفاده بکنین. کار سختی نیست. ما هدفمون اینه که از این پلن هیجانات انسانی رو حذف کنید، اشتباهات انسانی رو حذف کنیم، تست پذیری رو بیشتر بکنیم، از مدل‌های ریاضی استفاده کنیم و کارکردمون رو بهینه کنیم. این روش برای اینه که پروسه تریدمون رو سودآور کنیم. کل داستان به این قسمت میرسه که حالا اگه من یکی دارم توی کار ربات این کار رو انجام میدم، برای اینه که اگه اشتباهی کردم خارج از سیستم و پلنم بود، یکی باشه، یه رباتی باشه که بگه آقا اینجا اشتباه داری میکنی، پلنت رو داری از پلنت خارج میشی، و با این راهنمایی من برگردم باز به سیستمم و به پلنم و با همون روش سودپذیری مستمر ادامه بدم. خب میایم توی بخش معرفی که اومدیم. من توی یک فیلم آموزشی قبلی ضرورت استفاده از پلن معاملاتی از دید اساتید بهتون معرفی کردم و دلایلش گفتم. حالا تو این قسمت بخشای دیگه پلن و البته تعداد بخشای پلن خیلی بیشتر از 10 قسمته، ولی من فعلا این 10 بخش رو توضیح میدم تا بعد باز تو بخشای بعدی اضافه بشه. خب ضرورت استفاده از پلن رو که قبلا خدمتتون عرض کردم. حالا اولین چیزی که هر پلنی نیاز داره اینه که شما رو ببینه، بررسی کنه، ازتون با سوال و پرسش که آیا توانایی ورود به بازار، توانایی ذهنی ورود به بازار رو داریم. این دقیقا همین 2 تا سوال کافیه. هم باید پلن داشته باشی، هم روحیه و انرژی داشته باشی. این 2 تا سوال رو میپرسه. اگه جوابت مثبت بود میاد تو قسمت بعدی، میخواد ببینه آیا ضررهایی که تو هفته قبل کردی رفتی بررسی کنی ببینی دلایلش چیه، یا اینکه به پلن اصلا اعتماد داری. اگه اعتماد نداری خب باید بریم یه پلن دیگه درست کنی، یا بازم اگه اعتمادت کمه و میخوای تمرین کنی، تمرین بیشتر کنی. حالا هر 4 تا سوال جوابت بله است و مشکلی نداری. مهمترین مسئله زمانه. یعنی یک مسئله دیگه که وجود داره توی ورود به بازار، علاوه بر این که از نظر روحی و روانی باید آمادگیشو داشته باشی، باید زمان مناسب ورود کنی. زمانت با پلنت بخونه. تو یک پلنت مخصوص یک سیشن باشه. اگه هم مخصوص چند تا سیشن پلن داری که چه بهتر، مشکلی نداری، وارد میشه. اگه نداری، فقط مخصوص مثلا پلن سیشن لندن داری یا مخصوص سیشن آمریکا، باید صبر کنی به اون قسمت برسه، یا فوقش آلارم میذاری، آلارم گذاری میذاری که اگه رسید بهت اطلاع بده. خب مسئله بعدی فاندامنتال یا بررسی خبره. شما بعد از اینکه آمادگی داشتی میری اخبار رو نگاه میکنی، میری فضای کلی اخبار رو نگاه میکنی ببینی فضای کلان چیه، آیا به سمت بایه، به سمت سل، خبر چجوریه، چون پیش بینی ها رو میدن بهتون، میاد مشخص میشه چقدر قراره چه اتفاقی بیفته. از همون زمان شروع میشه به پیشخور شدن خبر. یعنی اگه خبر مثبته، اگه برای طلاست، طلا رشدش رو شروع میکنه، شما پلنت رو آماده میکنی برای بای زدن توی طلا. تو این مرحله شما یه مسئله دیگه هم داریم اینجا، به جز اینکه خبر رو میری نگاه میکنی، نمودار دامیننس دلار
حالا بیت کوین برای ارزهای دیجیتاله ولی دلار برای فارکس مهمه. اینو باید به بررسی کنی، اینجوری نیست که بی خیال این نمودار بشی. این نمودار رو بررسی کنی، یه روز که بررسی کنی فردا و پس فرداش تو ذهنت هست که آیا این داره نزدیک به یک ناحیه مهمی میشه یا نه، ناحیه حمایتی مثلا روزانه هفتگی که اگه از اون ناحیه حرکت کنه به سمت جهت مخالف، خب میدونیم که دامیننس دلار کلا برخلاف ارز هاست و برخلاف طلا. یعنی وقتی داره میریزه طلا و نفت و نقره و جفت ارزها به سمت بالا میرن، اونایی که نمادشون توش دلار هستش در جریان باشه. یا اگه وقتی داره میرسه به یک ناحیه حمایتی، اینا وقتی میرسه به حمایت ما میگیم دامیننس که رسید به حمایت احتمال زیاد برمیگرده، پس باید ما منتظر ریزش طلا و نقره و جفت ارزها باشیم. این شرایط پیش میاد. خب ما چرا باید رفتار قیمت پرایس اکشن رو موقع اخبار بررسی کنیم؟ برای اینی که ما باید بررسی کنیم که آیا این نواحی در زمان اعلام خبر ممکنه قیمت به این نواحی برسه، چون خیلی تاثیر داره. اصلا یه جوری خبرها رو میچینن که انگار میخوان رو همین نواحی بازی بدن ما رو، میان یه ناحیه حمایتی پیدا میکنن و اینا همزمان میکنن با خبر. وقتی همزمان میشه با خبر، اینجا من بگم مثلا خبر رو میدونن و ناحیه پرایس اکشنی رو هم میدونن، هر دوتاش مثبته. خب این ساده است. وقتی هر دوتا خبر رو ناحیه پرایس اکشنی مثبت و قرار مثلا طلا به سمت بالا حرکت بکنه، خب ما یه روند قوی و اسپایک داریم و میتونیم پلنمون رو از اینجا سود خوبی ببریم. ولی بیشتر اکثر موارد این اتفاق نمیفته و ناحیه پرایس اکشنی با پیش بینی خبر خلاف همن، یعنی هم جهت نیستن. اینجا یکم پیچیده میشه سناریو، حداقل 3-4 تا میشه. دوتاش اینه که مهمترین دوتا از سناریو اینه که قیمت ابتدا با جهت خبر حرکت میکنه، یعنی مثلا خبر منفیه ناحیه مثبت، یعنی باید خبر که منفیه قیمت طلا میاد پایین میرسه به ناحیه و دوباره حرکت میکنه به سمت بالا. یعنی اول یک ریزش زیاد انجام میده بعد میره به سمت بالا. یا سناریو دومش برخلاف اول، برخلاف خبر، یعنی اول بر اساس پرایس اکشن میره بالا، حالا خبر منفی ها ولی میره بالا، دوباره بر اساس یک برخوردش به همون پرایس اکشن که یه عالمه سفارشات بزرگی جذب کرده اونا رو میگیره میره بالا، بعد بر اساس خبر ریزش میکنه میاد پایین. یعنی یه اتفاق دقیقاً عکس اون یکی و هر دو حالت ما رو یک دفعه سورپرایز میکنه. برای همین خیلی ها میگن توی خبر وارد نشیم، یا حتی ما کسایی که ربات مینویسیم ربات ها رو تو اون قسمت متوقف میکنیم تو مثلا 10 دقیقه یه رو و بعد باز ران میکنیم. البته خود من برای این قسمتم یک روشی دارم که استفاده میکنم با هم ربات، اصلا خودم من پشت سیستم نمیشینم و از حرکت‌های قیمت تو خبر استفاده کامل رو میکنم. خب حالا به بررسی که یک روش، یک مسئله دیگه هم هست، اینی که اصلا کلا نمودار غیر عادی یک طرفه است، یعنی یا بای یا سله. تو این شرایط هم دیگه خیلی خبر رو نمیدونم ممکنه پرایس اکشن زیاد تاثیر نداشته باشه. ما وقتی میبینیم بازار یک طرفه به سمت بالاست، مثل ارزهای دیجیتال که همجوری میرفتن بالا، دیگه میایم و پلنمون بر اساس ورود برای بای میچینیم، نمیریم باز بشینیم با یه خبر مثلا سل بگیریم. نه، این کارو نمی‌کنیم. بهتره با روند بازار، همیشه روند حرف اولو میزنه. خب قسمت سوم تو پلنمون باید وضعیت خودمون رو مشخص کنیم به خودمون، بگیم ما میخوایم چه نوع تریدری باشیم. سوینگ تریدر که بعید ماها باشیم، باید یه پول خیلی زیادی داشته باشیم که بتونیم مدت‌ها درگیرش کنی و این سوینگ تریدرها تایم ساختارشون هم روزانه و 4 ساعته است، صبر ما نمیرسه. دی تریدر رو
اسکلپ ترید چیزی هستش که ما بینش حرکت میکنیم، هم در طول روز، یعنی ما از اول روز تا آخر شب، دیگه آخر شب خیلی ها شنیدی گفتن دیگه ببندین ببین، چون این روش دی تریدر، یعنی تو منفی تو مثبت ببند، نذار باز بمونه. پس ما یا دی تریدریم یا اسکلپر که توی چند دقیقه یک هم پیپ میگیریم میایم بیرون. تایم ساختارمون، من یکی تایم ساختار خودم، حالا تایمای ساختار اینا رو هنوز نگفتم، یه بخش دیگه میگم. اساتید همشون تاکید دارن که مولتی تایم کار کنیم. مولتی تایم حداقل هم 3 تایم داشته باشیم. یکی تایم ساختاره که از روش ساختار بازار مشخص میکنیم، یکی تایم تحلیل یا میانه یا حتی پترن بهش میگن که توش ورود رو بررسی میکنیم، پترنا رو بررسی میکنیم و تحلیل میکنیم، ستاپ هامون رو میذاریم، تارگتمون رو انتخاب میکنیم. میگم تایم تریگره که فقط وروده، یعنی یک نشانه میگیریم ورود میکنیم. این تایم تریگرمون رو من یک دقیقه میذارم، تحلیلمو 5 دقیقه میذارم. البته چون تو طلا کار میکنم، اگه مثلا برم توی ارز جفت ارزا میذارمش رو 15 دقیقه، چون طلا خیلی چیزش بالاست. خدمت رو عرض کنم ستاپاش ATRش بالاست، حالا این قسمت ها رو بعدا توضیح میدم. میام 5 دقیقه رو براش تعیین میکنم. خب پس من تایم فریم هامو مشخص میکنم برای تایم ساختار و تایم تعلیل و تایم تریگری تو پلنمه. میرم بعدی. قسمت 4 تشخیص ساختار در هر تایم فریمه. این قسمت در باید از اندیکاتور استفاده کنیم. حالا هستن راحت میان با چشم بررسی میکنن، میگن الان بازار شرایطش اسپایک، بازار رنج، بازار روند یا کاناله، یا بازار میکرو کانال. الان میکرو کانال داریم. اسپایک، من خلاصه بگم اینجا، البته توی این پلنم نوشتم، ما توی اسپایک کندلا همه بلنده، سایه ها کوچیک، شیب زیگزاگ. الان من چون از اندیکاتور زیگزاگ برای تعیین اسپایک یا رنج و اینا استفاده میکنم که بعد باز توضیح تو فیلم آموزشی بهتون میدم. شیب زیگزاگ توی اسپایک تنده نسبت به محور افقی و خطوط اسپایک اصلا توش پولپک نداره. یعنی من یا اسپایک رو همه میدونم، ولی بازم برای بعضی از دوستان به این صورت مثلا میره بالا، یک این کوچیک داره، باز میره بالا یک کوچیک داره. این اسپایک. رنج هم که تو اینجا نوشته شده، رنج به این صورت دیگه، خیلی در جا میزنه، بالا پایین داره. حالا شاید هم اینجوری هم بشه، ولی این رنج. روند کانال هم که خیلی ساده تر از رنج، یک به صورت یه شیبی هم حرکت میکنه. میکرو کانال توی هر ستای اینا ممکنه میکرو کانال ایجاد بشه. این پارامتر رو استاد محترم پورصمدی روش تاکید داره و خیلی موقعیت‌های خوبی میشه از میکرو کانال ها استفاده کرد. چون این ستا آموزش زیاد سخت نیست، من میکرو کانال ها خدمتتون میگم. میکرو کانال تشکیل شده از کندل‌های با بدنهای کوچیک و فشرده، یعنی چند تا کندل کنار هم. اینا یا از پایین یا از بالا روی یک خط ترید قرار دارن. من باز دوباره یه خط بکشم اینجا، مثلا این یه خطی در نظر بگیرید. این کندلا حالا چه مثلا مثبت باشه چه منفی باشه، اینا رو این خط قرار دارن. مثلا اینجا الان یه از بالا چیز داره ولی از پایین، از بالا سایه داره ولی از پایین هیچ سایه نداره، ولی بازم روی این خط قرار داره. اینا هم کوچیکن، همین که روی یک خط قرار دارن. اینجا نقدینگی هی داره جمع میشه که بعد از شکست یک دفعه این خط ترند و ادامه شکست یا برعکسش حرکت به سمت بالا، این میکروکانال ها کار میکنن و مشخص میکنن بازار به کدوم طرف میره. توی میکروکانال اینجا
که شرط دیگه هم که داره، هیچ پول پکی وجود نداره، شکل نمیگیره، یعنی هیچ حرکت مینوری رفت و برگشت نمیشه. حالا من باز مینورم بعداً براتون توضیح میدم، یه کلی دارم میگم ولی مجبورم از اصطلاحات استفاده کنم. دوستانی که نمیدونم در آینده ایشالله همه این مطالب رو خدمتون عرض خواهم کرد. خب بعد از اینکه ما سیستم ساختارمون رو مشخص کردیم که بازار اصلا چیه، کانال رنج، میریم شروع میکنیم توی تایم فریم ساختارمون. یادتون تایم فریم ساختارمون 1 ساعته بود دیگه. سطوح کلیدی استاتیکیمونو، سطوح کلیدی دینامیکیمونو، سطوح اسمارت مانی و آی سی تیمونو و اندیکاتورها و رفتار کندلیمونو، اینا رو شناسایی میکنیم و بررسی. سطوح کلیدی استاتیکیمون چیه؟ لول های ماژور حمایت و مقاومت، یعنی توی تایم بالامون حمایت و مقاومت هامونو رسم میکنیم. لول های روزانه، هفتگی و ماه، اینا رو براش رسم میکنیم. رسم عددهای روند، عدد روندیه تو این قسمت رسم میکنیم. سطوح دینامیکی چیه؟ ترد لاین های معتبر، ترد لاین مثلا روی چه ترد لاین، قیمت روی چه ترد لاینی حرکت میکنه، اون رو رسم میکنیم. کانال هامون رو رسم میکنیم. کانال میجور داریم، یعنی کانال با زیگزاگ های میجور داریم. الان زیگزاگ میجور و زیگزاگ مینور رو بعداً خدمتتون عرض میکنم. مووینگ اوریج 200 رو توی تایم فریم بالا رسم میکنیم. توجه کنید چه همه اندیکاتور و خط میشه کشید روی یک تایم فریم. این تازه تایم فریم بالاست. سطوح اسمارت مانی، این سبکی که الان داریم کار میکنیم سبک الگوریتمیکه و همه چی باید روش پیاده بشه. من باید همه چی دم دستم باشه، ببینم چه خبره بازار. من با یه سبک وارد نمیشم، من همه چی رو نگاه میکنم، بعد بر اساس داده هام ورود میکنم. سطوح اسمارت مانی آیسیتی هم توش مشخصه، نوایی عرضه و تقاضا اصلی رو مشخص میکنیم، بهتون میگم چجوری رسم میکنیم. باکس اوردر بلاک ها رو رسم میکنیم، اینم میگم کدوم اوردر بلاک ها رسم میشه. لول های بوس و چاکو رسم میکنیم. رسم FVG رو رسم میکنیم و OTE. همه اینا رو توضیح میدم، الان فقط اینا رو میگم، بعداً خدمتتون عرض میکنم. تو قسمت سیگنال بار و اندیکاتور رفتار کندلی، چون ما توی تایم بالا هستیم، فقط 3 کندل آخر رو بررسی میگم. خیلی 3 کندل آخر خودش یک مبحثی. واگرایی، حجم ها، RSI، EHD، اینا اندیکاتور مهمن، خیلی ارزشمندن این اندیکاتورها و اینا رو در نظر میگیریم. در نهایت هم کندلشون رو، این گلاف پین بار، اینا رو همه رو مشخص میکنیم، یا وانسی باره. خب من نمیدونم اینجا برم روی یک لحظه که مثلا تایم بالاست. اینجا مثلا من تایم 1 ساعته است و این دامیننس دلاره که الان نشون میده داره سمت بالا حرکت میکنه، به یک اوردر بلاک 15 دقیقه رسیده، به یه فیجی رسیده، به میانه دو قسمت عرضه و تقاضا رسیده. اینجا الان تقاضای ماست، اینجا عرضه، خطوط مشخص شده، اینجا خطوط حجمی هفتگی ماست، VAH. کلوز روز قبلمون اینجا بوده، اوپنمون روز قبل اینجا بوده و الان مثلا این خطوط عمودی قرمز اول هفته است. الان این مال سیستم آی سی تیه که توش روزها مشخص میشه، مثلا اگه روز اول حرکت چجوری باشه تا روز آخر بهتون پیشنهاد میده که چه کارایی بکنه. آی سی تی این مسائل داره. حالا من برم تو خود طلا 1 ساعته. من چون سیستمم گفتم دیگه الگوریتمیکه، من اینا رو خود ربات میگم رسم بکنه. مثلا های روز قبل، 1 روز قبل رو رسم میکنه و به ترتیب میاد پایین. مثلا الان
این ارده بلاک 15 دقیقه رو تو این منطقه شناسایی کرده، رسم کرده که رنگش قرمزه. این یعنی ارده بلاک سله، یعنی بهش برخورد کرد، شما لمس کرد، آماده حرکت سل گرفتن باش. این مسئله ای که مثلا این نشون میده. یا لوی مثلا یک روز قبل رو نشون میده. این روز قبل میشه اینجا، از اینجا تا این قدچین که روز قبلش اینه و هایش هم که میفته اول روزش که مشخصه. این خطوط رو برای من اینجا رسم میکنه. مثلا 3 تا کندل و 3 تا کندل تایم بالا که اینجا اچه، من تایمم میبینی اینجا نوشتم استراکچر تو این قسمت. نمیدونم یه فلش بکشم جهتشو برعکس میدم. اینجا تایم استراکچر ما 1 ساعت میذارم. گفتم تایم میانم رو 5 دقیقه می نویسم. تایم تریگرم 1 دقیقه. روی تایم من معاملاتم رو انجام میدم که تو تایم بالا مشخص کرده، مثلا هفتگی ما همه رو مشخص کرده و الان من کاملا و صد البته سیستم روی قسمت اسمارت مانی یعنی چاک و اس و اینا رو هم برام مشخص میکنه. شرایط بازارم در لحظه میبینم چجوریه از دید اسمارت مانی و آی سی تی و بازم تصمیم گیریمو انجام میدم. خیلی خوب، بریم توی پاورپوینتمون. بله، خب اون تایم فریم رو که دیدین. پس تایم فریم من تمام ابزارها رو رسم میکنم روش. حالا میخوام تحلیلش کنم اون تایم فریم رو. خب این داستانهای تحلیلم اونقدر زیاده که وقت زیاد میگه. تا الان 20 دقیقه زمان سپری شده. من سریع میخونم فقط. ببین تو تایم بالا ما میخوایم ببینیم روند چیه، صعودی، نزولی، رنج. ما اینو از روی چی میفهمیم؟ از روی BOS و چاک اسمارت مانی استفاده میکنیم. قدرت و شیب روند این خیلی مهمه و استاد آهنگری خیلی روش تاکید داشت. قدرت و شیب روند رو مشخص میکنیم که آیا اسپایک روندار قوی ضعیف یا کانال قوی و ضعیف یا رنج. من اینا رو بهتون آموزش میدم چیکار بکنید. مناطق هدف، این تعیین مناطق هدف هم خیلی مهمه. این چه نقاطی برگشت هست، نفوذ هست، پیارزد که باز استاد خاکستر توش خیلی تاکید دارن. بررسی و همپوشانی قدرتمند، یعنی که چند تا از سطح ها با همدیگه همپوشانی دارن. استاتیکی، داینامیکی، اوتی که مال اینا آی سی تی، اف وی جی، او بی، همه اینا رو ما بررسی میکنیم. بررسی نوای ارزان گران که باز اصلا کلا میخوایم ببینیم قیمتمون تو ناحیه ارزانه یا تو ناحیه گران. خب اگه اینجا میپرسه آیا این 5 تا چیزو شما بررسی کردی، اگه جوابت بله بود بهت میگه که فقط زمانی وارد تایم فریم میانش رو که ساختار اصلی همون ساختار 1 ساعت است مثلا و مناطق حساس رو با منطق ثبت و بررسی کردی و دیدگاهات درباره جهت بازار، نوایی، خطر، فرصت کاملا روشن. اگه هم جواب نه میگه ورود بدون نقشه راه قوی در تایم فریم ساختار به تایم میانه ممنوع. میگه اگه نرفتی ساختاراتو بررسی کنی اصلا وارد نشد تو تایم میانه. نمیدونم بعضیا چطور سریع میرن توی تایم میانه یا همون تایم بدونی که اصلا میدونن ساختارشون چیه و معامله میکنن. اینا بیشتر قمار میکنن تا معامله. خب میخوایم ابزار تحلیلی تایم میانه رو استفاده کنیم و رسم کنیم. باید اول از ساختار هر چیزی که لازمه ارث بری من نوشتم بیاریم تو تایم میانه و ترسیم کنیم. بعد شبیه اون سطوح کلیدیمون رو تو قسمت استاتیک، دینامیک، اسمارت مانی و آی سی تی و سیگنال بار، اندیکاتور
کندلی بررسی کنیم. اینجا یه چیز دیگه اضافه میاد خدمتتون بگم که پترنا رو تو تایم میانه بررسی میکنیم. تایم بالا درست اگه پترن خوبی هم تشکیل شده باشه ممکنه حرکت کنه، ولی چون میخوایم کار اصولی انجام بدیم و به این تایم حتی تایم پترنم میگن، پترنای معروفی که من کار میکنم پترن AB یا گام های برابر، راحت بگم پترن QM، پترن اولین برخورد یا FTB، دومین برخورد STB، سومین برخورد تریپل و سبک اصلا MTR که خودش یه پترنیه. این پترنا رو شناسایی باید بکن. لول هامون هم یک چیز دیگه اینجا اضافه میشه، ADR که اون مال پیشبینی ATR که چقدر پیشبینی میکنیم تو روز حرکت میکنه. رسم کلوز روز قبلم اینجا میذاریم. لول های میجور حمایت و مقاومت هم توی این تایم فریم قرار میدیم. اینجا مووینگ اوریج که اگه خاطرتون باشه توی 1 ساعته 200 بود، اینجا 60 میذاریم و ویوپ مال حجمیه، مال حجم بازاره، اونم خدمتون بعداً توضیح میدم. رسم کانال میجور باز دوباره توی این تایم انجام میدیم و به همین ترتیب قسمت های دیگه هم. ATR اینجا خیلی مهمه، کندل آخر ATRش چیه اونجا یادتونه دیگه، 3 تا کندل فقط بررسی میکردیم. اینجا ATR کندل که نشون بده آیا بازار میخواد حرکت کنه تو کندل آخر، همه چی تو کندل دیگه، کندل آخر حرکت داریم یا نه. من یک برگشت بزنم توی بازار ببینم اینجا توی تایم مثلا الان من میخوام 5 دقیقه رو بهتون نشون بدم، پترن ببینم چیزی پیدا میکنم. پترن توی 1 دقیقه بوده، بذارین توی 1 دقیقه از روی ماتریس ربات میگم توی 1 دقیقه چجور پترنی بوده. آها، پترن 2 تا پترن داشته اینجا، من اینا رو دونه دونه بردارم. این مینور بود. خب یه پترن مینور داریم، اینه از اینجا اومده رفته اینجا. چه پترنی اینجا آخرش نمیشه QM که بعد از این نشون میده ریزش دارید، قرمز هم کشیده، یک پترن فوق العاده قوی QM. اینو من از استاد آهنگری یاد گرفتم، عجیب غریب کار میکنه، خیلی خوبه. شبیه البته همون چاک ها چیز، ولی چون یه حرکت خاصی داره یکی از اصولشون هم هست که میگه تنها اگه این پترن اومد خلاف جهت حرکت کنه. البته این الان حتی همجهت اومده، یعنی یه حرکت بازار به سمت بالا داشته ولی بعدش که اینو انجام داده اگه اینجا ما ورود کنیم تا اینجا که 100%، میگم 100 هیچ چیز 100% نیست، تا اینجا که میشه راحت گرفت، بعدش هم که ریزشش انجام داده. پترن دوم که تو میجور تشکیل شده پترن FTB که یه پترنه که میگه اولین برخورد به اصطلاح، یعنی بازار برگشته به اولین ناحیه که برخورد کرده، یک کندل قوی رو به پایین داده و کندل دوم پایین تر از این بوده، این پترن تشکیل شده و میگه ریزشی. یعنی از اینجا مگه مثلا من ورود میکردم میتونستم خوب نتیجه بگیرم. ماتریس بازارم که کاملا سل نشون. خب این دیگه من اینجا چه چیزی میخواستم نشون بدم، ویوپ هم نشون بدم. این ویوپ توی 1 دقیقه بریم توی 5 دقیقه که این ویوپ ببین نشون میده کاملا بازار داره نقدینگی از دست میده. ویوپ کار حجمی و اینا رو انجام میده، جزئیاتشو بعداً اگه خواستیم توی یک جداگونه میگم چون واقعا اندیکاتور فوق العاده قویه. توی موارد دیگه هم که اونجا داشتیم کانال ها خیلی مهم بود. من کانال ها رو مثلا برای کانال میجور رسم بکنم، الان سبز 2 تا بالا و پایین کانال میجور رو نشون میده. حالا کانال بزرگترش رو میکرو این کانال میجورمه. این 2 تا کانال توی این تایم فریم رو هم افتادن، یعنی کانال میجور با کانال سایکل که کانال بزرگتریه با هم افتادن. کانال میکرو کانال هم که اصلا گذاشتم اینه و اینجا نشون میده میکرو کانال اینجا تشکیل شده.
اینجا یه خط داریم، اینجا حالا خیلی شلوغ شده، بذارید من اینا رو پاک کنم. و این نشون میده یه میکروکانال اینجا تشکیل شده که بعد از ریزشش ادامه پیدا میکنه. اینجا هم باز یه میکروکانال دیگه تشکیل شده، این حدود 4-5 تا کانال کندله. بعد از شکستی میکروکانال هم دوباره داره اعلام میکنه، میگه احتمال زیاد ریزش ادامه پیدا میکنه، این نقدینگی ها رو جمع میکنه و به سمت پایین میاد. خب اینم از یک توضیح اجمالی. زمان زیاد شده، 30 دقیقه شده، ولی ما هنوز تایم تحلیل تایم فریم میانه هستیم. خب اینجا هم همینجوری نتیجه گیری که میخوایم تو تایم فریم بکنیم، روند اینا مثلا من برای چی دارم این کارا رو میکنم؟ من اینو جلوتر برم توضیحات باشه بعد، چون زمان نمیخوام زیاد بگذره. توی تایم تریگر که داستان زیادتره، ما اینا رو انجام میدیم تا روندا رو مشخص کنیم، هر کدوم چه روندی داره و هر تایم فریم تو چه شرایطی هست. اینجاست. اول از همه دیدیم دیگه، نتیجه گرفتیم که آقا روند ساختارمون چیه، ساختارمون رنج، ساختارمون کانال، ساختارمون اسپایک. اگه رنجه و وضعیت سایکلمون در تایم بالا، الان اینجا می‌نویسم رنج، وضعیت میجور در تایم متوسط یا میانه رنج، وضعیت مینور در تایم تریگر همسو با این میجور بود، ما اینجا میتونیم نوسانگیری کنیم، توی حمایت و مقاومت انجام بدیم. این سیستم الگوریتمیک همینه. مثلا الان میگه که آقا اگه سایکلت رنج باشه، حتی تو تایم میانه تو یه اسپایک به سمت بالا داشتی، حق نداری ورود کنی، تو ممکنه هر لحظه برعکس بشه، این ممنوع معاملت حتی تو جهت خلاف اسپایک گفته بده. یا باز دوباره وضعیت سایکلمون یا همون تایم بالامون رنجه، تایم میجرمون داره رنج رو میشکنه، شکست رنج تایم. مینورمون هم تایم تریگرمون هم تو همین جهته، نیومده به سمت پایین، داره تو همین جهت بالا میره. اینجا میگه ورود پس از تایید شکست رنج با ستاپ نزدیک. حالا اینا همه رو باید جداگانه برای روش معامله توی رنج رو میگم. تقریبا 80% بازار رنجه، یعنی شما تو رنج بلد باشی چجوری معامله کنی، دیگه همیشه میشه گفت معامله گری کار انجام میدی. دوباره تو رنج شکست رنج و دوباره و این دفعه برمیگرده پول بک میزنه به سقف رنج و تشکیل FTP، همون FTP که نشونت دادم. اینجا هم باز میگه اسکلپ کوتاه بزن در جهت میجور یا همین تو همین جهت تایم میانه با حجم کم. و چی میخوایم بگم اینجا؟ در نهایت میخوام بگم تو ساختار رنج سبک ACD، سبک ترید رنجی، اینا همه میشه کار کرد که اینا رو باید جدا جدا کنه توضیح بدم. و دوباره میریم توی سبک اسپایک، هر کدوم چه کارایی میشه کرد، چه چیزایی میشه به دست آورد و از توش به این نتیجه رسید که آیا ورود بکنیم یا ورود نکنیم، با چه شرایطی ورود کنیم، حجممون کم باشه. همه اینا رو بر اساس اصول معاملاتی اساتید و ربات که من بارها توی الگوریتم ها استفاده کردم، توی معاملات استفاده کردم و تجربه شخصی خودم بوده و خدمتتون بگم که از هوش مصنوعی هم استفاده کردم، اینا بهم این اصول رو داده که خوشحال میشم شما هم استفاده بکنین و بتونین سود از بازار ببرین و از ضررهای پی در پی خارج بشین. بخش بعدی آموزش در مورد همین قسمت هاست. من دیگه زیاد وارد جزئیات نباید بشم چون خیلی زمان میبره. موفق باشین، با امید دیدار.